سلام رفقا، حالتون چطوره؟ رسل هستم و خیلی خوش آمدین به ویدیوی امروز. برگشتیم با یه ویدیو ریاکت دیگه. امروز قراره ریاکت بریم به موتورسوارا و حادثه‌ای که براشون حین موتورسواری پیش میاد. اگر در جریان نیستین خارج از ایران، حالا داخل ایران من زیاد مطمئن نیستم، برام زیاد حرف اضافه در موردش نمیذارم، اما خارج از ایران یه سری قانونا دارن برای موتورسوارا. داخل ایران هم داریم ولی خب خارج خیلی سخت گیرانه تره. یه سری قانونا دارن برای موتورسوارا و بعضی موقع موتورسوارا یه خورده قانونا رو زیر پا میذارن و حالا یه سری اتفاقا براشون میفته. جدای از او مردم اروپا و مردم آمریکا زیاد خوششان از موتورسوارا نمیاد و هر جای موتورسوار ببینن یه ذره گرمشان میزنه بالا، یه خورده اذیت میکنن از این حرفا اینا. حالا در این موتورسوارا یه وبکمی دارن بالا کلاهشون که دیگه حالا هر اتفاقی براشون بیفته دیگه ضبط میکنن. امروز قراره بریم ریاکت بریم به این که موتورسوارا چه زندگی سختی دارن و اینکه داخل جاده رانندگی میکنن چه حادثه‌ای براشون پیش میاد. قبل از شروع ویدیو ممنون میشم اگر ویدیو رو لایک کنی. با لایک کردن ویدیو باعث میشه که افراد بیشتری به کانال من سر بزنن و ویدیو به افراد بیشتری ساجست بشه. اگر دوست داشتی میتونی کانالم سابسکرایب کنی و بدون تا وقت بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب آقا ویدیو 18 دقیقه است. یه پیش نمایش داره به من میده. This biker was riding around in the desert when he was approached by an old man on a buggy. میگه برای خودش داشته توی بیابان رانندگی میکرد، موتور سواری میکرده که یه پیرمردی بهش مخوره و حالا مخوره منظور که برخورد میکنه با یه پیرمردی. آها این آتش. آها دیدی هم موضوعی که بهتون گفتم بچه‌ها، هم موضوعی که میگم کلا نه آمریکایی‌ها نه کلا اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها زیاد حال نمی‌کنن با اینجور افراد. یه سری افراد هستن بچه‌ها که بهشان کارن گفته میشه به اصطلاح اگر درست تلفظ کرده باشم. این افراد یه خورده‌ای یه تخت کم دارن، دوست دارن هر اتفاقی که میفته یه چیزی ازش در بیارن به نفع خودشان و یه خورده کلا مریضن، مرض دارن به عبارتی. الان هم دارید میبینید که تقریبا کارن و اصلا هیچ چیزی نبود، موتورسوار داشت برای خودش میرفت و این یکم هم دعوا داره بیشتر. آره که هولش هم داد و یه دعوا. بعد یه نکته هم داخل این کشورهای چیز هست، داخل کشور اروپایی و آمریکایی. الان نگاه کنید، حالا اگر دوربین نداشت دهن سرویس بود، الان میتونه راحت بره فیلمی که گرفته رو به پلیس نشان بده و قشنگ شکایت کنه از این آقا. عصبانی شده بجونم، اصلا حقم داره. مرسی از اینترنت ایران. اوکی بعد از 20 دقیقه بچه‌ها ببینم نت یاری میکنم، میذارم نت دوباره خراب نشه. موتورش گذاشت کنار و قشنگ وای واقعا رفتن دعوا کردن. پشمام. طرف هم زیاد بهش نمیخوره جوان باشه. طرف پیرمرد، طرف فکر کردم جوان. He did the classic mistake of looking back at high speed and ended up smashing into a truck کورس انداخته فکر کنم. 200 kilometers per hour. Bikers, موتور با we ماشین never آخه. encourage street racing. Stay safe. گرچه که موتور سوارا به خاطر اینکه مشکلی براشون پیش نیاد زیاد چیز نمیکنن، چون یه خورده قضیه‌اش هم متفاوته دیگه. موتور سوارا همینجوری بیخود گیر بهشان میدن. حالا اون سمت ایوری که نمیدونم، ولی خب کلا آره باید یه خورده محتاط ترن، یعنی بهانه دست کسی نمیدن. اینم دید موتور سوار داره میاد. الان لباس و ضربه‌گیر و زانوبند و اینا پاش نبود، قشنگ دهن سرویس. فکر کنم یارو وای نستاد کلا رفت. فکر کنم یارو هم رفت. آره یارو رفت، اصلا وای نستاد. عجب.
موتورش حسابی داغان شد آجی. تو لعنت به شانس و لعنت به رانندگی یه عده واقعا. که من داره حالشه میپرسه. بکنم وایستاد مطمئن نیستم. اوکی ولی موتورش بد جور به پاک رفته. They ended up having a road rage and told the biker to park so they can get the footage from his GoPro. This is why investing in a GoPro or a dash cam is a no-brainer. بعضی از راننده کرم دارن. خب ذاتاً یه خورده کرمالو هن به عبارتی. مردم آمریکا و اروپا بیشتر نمیتونن. الان نگاه کن مثلا پیاده شد بهش میگن کرن. کرن یعنی کسی که داره چیز میکنه دیگه، اذیت میکنه بی خودی. اوکی الان دارن بحث میکنن. این کلا مردم متاسفانه مردم اروپا و آمریکا گفتم یه خورده خیلی دارن سوء استفاده میکنن از این موضوع. برای همین توی آمریکا و اروپا وقتی کسی فیلم برداری میکنه یا مثلا با گوشیش فیلم میگیره جورایی داره مدرک جمع کنه و یه جورایی بلیت چه بهش میگن خیلی که چیه بلیت چه بهش میگن خدایا اسمش فراموش کردم الان اصلا بلیت ولش کن. یه جورایی داره مدرک جمع کنه و برای خودش چیز جمع کنه که چه بهش میگن مدرک جمع کنه که آجی اصلا ولش کن آجی ولش کن. That you had stupid lamb almost killed a biker. Gladly, due to the biker's quick response, he avoided a fatal crash. یه نکته هم بگم نزدیک بود بزنه به بره. نمیدونم برخوردم کرد یا نه فکر کنم نخورد. یک ثانیه decided to pull out of the gas station without looking, which almost resulted in a fatal crash. اوکی میگه بدونی که نگاه کنم خواست. شانس آورد. Gladly, the biker was able to avoid it. Cyclists need to be توی اروپا بچا لاین جاده برعکس ما، یعنی فرمان توی ایران مثلا یا تو هر جایی سمت چپه و ما باید از کلن لاین سرعت هم سمت چپه. چطوری بهتون بگم؟ آره دیگه درست گفتم دیگه. تو چیز برعکسه، تو اروپا برعکسه، فرمان سمت راسته. البته نه برعکس گفتم فکر کنم. آره ما از لاین راست باید بریم، یعنی دست راست باید بگیریم بریم. تو اروپا از دست چپ باید بگیرم برن. آره مثلا همینجا باید چپ بگیرم برن. اینجا هم نزدیک بود بزنه بهش. یه خورده کرم هم داره میزه، نیش ترمزایی داره میزنه. نگاه کنید راهشو میبنده نمیذاره بره. Thanks to this biker's fast reflexes, he avoided a fatal crash. خیلی دیگه داره سرعت میره فکر کنم. نزدیک اصلا منم ندیدمش. شانس آورد واقعا. بعد حالا اگر همین راننده ها اگر بزنن به کسی ببینه، یعنی اصلا طرف یه فرد عادیه میره شکایت میکنه میگه آقا این سگ من بوده فلان، میگه اصلا سگ ولگرد بوده، میگه سگ من بوده. بعد نمیدونم صدای حامی حیوانات میاد بالا پدرش در میاد. برای همینه یه خورده باید خیلی محتاط. برای همینه هر کسی یه گوشی دستشه تا اتفاق میفته سری فیلم میگیره. میگه نزدیک بود بزنه به او راننده موتور سواره. اوکی میگه کنترلش از دست داد و خورد زمین. موتورش خیلی بد به فنا رفت. فرض کن همچین اتفاق مثلا برات شما بیفته، خدای نکرده تو ایران یه موتور داشته باشی. تقصیر کسی نبود واقعا، تقصیر سگه بود.
عجیبه بلایم سرش نمیاد. این هم از This biker almost got hit by a pickup این truck نشی that شکست. moved into his lane without looking. Gladly, the driver apologized and was cool about it. اوکی میگه بدونی که نگاه کنه لاین عوض کرد، حالا میگه بعدن شعورش رسیده معذرت خواهی کرده. معذرت خواهی کردین و گفتن الوکه. بعضی هستن خیلی مثلا قدن، باز مثلا دعوا دارن. Delivery driver almost had a terrible crash when he was passing the vehicle in front of him. اوکی Bikers, make sure to look carefully before passing. او نزدیک بود، روش بدنش جدا شد. Biker was waiting for خیلی خوب رفقا، اینم از ویدیو امروز. مرسی که تا انتهای ویدیو با من بودید. اگر از ویدیو راضی بودید حتما لایک رو بکوبید بچه‌ها. با کوبیدن یه لایک پر انرژی روی ویدیو باعث میشید که افراد بیشتری ویدیو من نگاه کنن و کانال من و ویدیوهای من به افراد بیشتری نمایش داده بشه. پس حتما لایک رو بکوبید. نظراتتون حتما داخل بخش کامنت ها برام بنویسید، من تک تک نظرات میخوانم، جواب میدم. خوشحال میشم نظرات شما رو بشنوم و اینکه بگید که آیا با قوانینی که گذاشتم برای موتور سواری شما موافق هستین یا نه. خیلی ممنونم، مرسی که تا انتهای ویدیو با من بودین و تا ویدیو بعدی فعلا.